اصل این گناه و این خطا و این خباثت برمیگرده به او کسی که این فیلم را به عنوان بار اول پخش میسازه. وقتی که مجازات میشه، یک نفر مجازات میشه، اما توی بی وجدانی که فیلم برداری میکنی و این در فضای مجازی پخش میکنی، تو یک قریه را مجازات میکنی، تو ده ها خانواده را بی آبرو میسازی. واقعا من نمیدانم به چی زبانی ایره ما باید نیکوهوش بکنیم. اصلا در زبان جور نمیآید. شرم نیست به ما که به عنوان یک مسلمان ریختن آبروی دیگران را به عنوان سرگرمی خود استفاده بکنیم، از آبروی دیگران و از ریختن شرف و عزت دیگران ما لذت ببریم و ایره من حیث یک سرگرمی دست به دست بکنیم و به دیگران شریک بسازیم. این برادران مسلمان از الله شرم نمیکنن. وقتی که تو انسان نفهم و جاهل و نادان و پخبل سر تو میایی فیلم این انسان را در فضای مجازی پخش میسازی، آیا تو راضی هستی که وقتی خودت این گناه را بکنی کسی فیلم تو را در فضای مجازی بیاندازه؟ آیا تویی که این فیلم را در فضای مجازی دست به دست میکنی، در گروه های مسنجر و واتساپ میفرستی و با تیتر و عنوان های مختلف تمسخر میکنی، آیا تو راضی هستی که از برادرت، از خواهرت یا از یک کسی از اقاربت چنین فیلمی در فضای مجازی پخش شود؟ واقعا این بی‌وجدانی هست. در عین حالی که بی ایمانی هست، در عین حالی که بی انصافی هست، در عین حالی که جنایت هست، در عین حالی که معصیت هست، در عین حالی که نافرمانی از الله و پیامبر هست، این نهایت بی‌وجدانی و یعنی این گونه انسان ها را انسان گفته نمیشه. هر دو پا را، هر کسی که دو پا داشت ما باید او را انسان ننامیم. یک کسی آمد پیش عمر بن خطاب رضی الله عنه و فرمود که ای امیر المؤمنین، دختر ما در جهالت یا چند سال قبل زنا کرده بود. بعد از اینکه به زنا متهم شد و از این واقعه مردم خبر شدن، این دختر تصمیم به خودکشی گرفت. یعنی بی‌آبرو شد در میان مردم و تصمیم گرفت که به زندگی خود پایان بده و تا جای رگهای گردن خود را نسبتاً قطع کرده بود و بعد از اون ما خبر شدیم و از این واقعه جلوگیری کردیم. حالا که از اون واقعه سالها گذشته خواستگاری برش آمده، آیا ما به خواستگارش بگویم که این دختر قبلا زنا کرده و باکره نیست؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه سرخ گشت، چهره مبارکشان بسیار خشمگین شد و فرمود اگر تو این موضوع را با کسی دومی در جریان بگذاری، آنقدر تو را عذاب بتم که پندی باشه برای همه آیندگان و عذاب سختی را بچشی که هرگز نچشیده باشی. مگر برادران مسلمان ما که فیلم غیر اخلاقی یک برادرشان را در فضای مجازی پخش میکنند، دست به دست میکنند، در گروپ های واتساپ و فیسبوک و غیره میفرستند، حتی تعداد این را سبب کسب درآمد میکنه و یوتیوبرها از این برنامه های مختلفی میسازند. تویی که این ویدیو را دست به دست میکنی و در فضای مجازی پخش میکنی، تو هم از جمله اون کسانی هستی که یحبون ان تشیع الفاحشه، فحاشی و بد اخلاقی را میخوای که عام باشه در میان مردم و جامعه به طرف قهقرا و انحطاط اخلاقی بروه. پس تویی که کلیپ را شریک میسازی و در فضای مجازی پخش و نشر میکنی، او خانم و او دختر و او مرد از خود برادر داره، از خود فرزند داره، از خود خواهر داره، از خود مادر داره، قوم و خویش داره. شما نه تنها آبروی یک نفر را بلکه آبروی یک قوم را میبرین، آبروی یک مردم را میبرین، ده ها خانواده و فامیل را شما متاثر میسازین، روح روان اونها را خدشه‌دار میسازین. وقتی که از طریق حکومت جزا میبینه، یک نفر جزا میبینه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. خون مسلمان، آبروی مسلمان و مال مسلمان حرام است. یعنی هیچ حق نداری که تو او را مورد دستبرد قرار بده.
حالا این مسلمان از حزب مخالفی تو باشه، از گروه مخالفی تو باشه، حتی اگر دشمنت باشه تو این حق را نداری. و اگر این کار را مرتکب میشی تو نه رضای الله را در نظر میگیری، نه دستورات پیامبر را در نظر میگیری و نه وجدان انسانی را در نظر میگیری، تمامی اصول اخلاقی و انسانی را زیر پا میکنی. مطمئن باش که الله جل شانه یک روزی تو را هم رسوا میکنه. اگر تو بر رسوا شدن دیگران خوشحال باشی، قطعا مطمئن باش که الله جل شانه تو را دیر یا زود رسوا میکنه. پس عزیزان محترمی که این گونه فیلم های غیر اخلاقی را در فضای مجازی پخش میکنن، خیلی زود توبه بکنن، زود حذف بکنن و از این اشتباه خود برگردن.